محسن یه چیزای آوردم، یه امتحانی از این رایانه بگیری، موافقی؟ امتحان چی؟ محسن یه چیزای آوردم، اینو بلده، میشناسه اینا. بده اینا سب کن. سخت باشه باشه سخت باشه نکنه بگه من یه ذره خیالم راحت بشه. اولی محسن میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ رایا این چیه؟ نوار چی؟ کسی نگه وجدان. چی نگی؟ این چیه؟ کاست چی؟ نواره بگو اگه میدونی نوار اگه چیه؟ بلدی بگو. نمیدونم اسم کاملشو نمیدونی؟ نوار کاسته. نوار کاسته. خب حالا محسن اینو بهش بده، ببین رابطه این دوتا رو میدونه. محسن نکن. بله. ببین رابطه این دوتا رو میدونه. رابطه این دوتا رو میدونی چیه؟ مثلا می‌نویسن روش که نوار چیه، خواننده‌اش کیه. نمیدونی؟ دیگه چه رابطه‌ای با هم دارن این دوتا؟ نمیدونم. بده به من. محسن گیر مرد بهش بگو. وای افتاد. ببین نوار جمع کنه بعضی موقع خراب بود، اصلا یه سریان که نداشت، ما اینو مینداختیم این تو اینجوری نوار می‌بردیم اولش که اون سفیدیاش میومد. نوار اول می‌بردیم اول نوار، بعد دوباره می‌ذاشتیمش توی ضبط گوش می‌کردیم نوار کاستو اینجوری این شکلی بود. بعد بعضی موقع‌ها پاره می‌شدیم این کنه یا کن این بیاد اینجا بیرون. خب می‌بینی بعد میومد بیرون توی ضبط گیر می‌کرد، گره می‌خورد به هم دیگه. بعد ما می‌آوردیمش بیرون این شکلی جمعش می‌کردیم نکن استادیه. بعد اینو جمع می‌کردیم. بعضی موقع‌ها گره خیلی گره کوری بود، اینجا رو قیچی می‌کردیم، اینجا رو هم قیچی می‌کردیم، با یه نوار چسب خیلی باریک اینا رو به هم دیگه می‌چسبوندیم. بعد مثلا داشت می‌خوند دیگه آهی سبا چون متوشم من میپرید وسطش یه چیزی آهی سبا آره اون جمع میکرد اینجوری میشد، ولی وقتی چسب میزدی یه دفعه یه جای آهنگ میپرید یه جای آهنگ، چون اون تیکر از وسط در آورده بودیم دیگه. خب این برای نسل شما خیلی محسن دومی دیگه چی داری بده ببینم. امیر حسان پروداکشن چی نگو ببین نمیدونی چیه؟ واقعا نمیدونی یا نمیدونی؟ جعفر ببینیم میدونی چیه؟ Cafer میدونی چیه؟ Gəliyəm dəydən dizin başına Ağına bozuna baxmısan ay qız Başın telefonda gecə نه بلده میگه اسمش دقیق یادم نیست دیسکه baxmısan ay qız آره اینا بهش İnista patladıysan گفتن TikTok çatladıysan چی میگفتن؟ çatladıysan Soyuşsan فلافی فلاپیدیس رایان اول اومده بود İnista patladıysan TikTok çatladıysan زیاد بود بلوش 80 کیلو باقی تا یک خورده جدی دارو میگم 80 کیلو تا یک خورده خیلی یعنی اینا که میگم پوز نیستا سبت زندگی Olay, elə qaş gözümə nə deyaz gedəyəm